میپردازیم به درس شماره 4. When do I use the present simple tense؟ چه موقعی ما از زمان حال ساده استفاده میکنیم؟ Choose the correct sentence in each pair. از جفتای صحیح استفاده کنیم ببینیم کدومش درسته. Nowadays, our bodies becoming old much later than 100 years ago. میگه امروزه بدنهای ما بسیار much later than داره پیرتر میشه نسبت به 100 سال گذشته. خب باید بگیم become یا are becoming. اگر میگفت are becoming خب میتونست درست باشه، زمان حال استمراری میشه، ولی معمولا زمان حال ساده داره به کار میبره و به همین دلیل درس شماره 4 گزینه B درست. Children lost their freedom if they have too many responsibilities. Children lose their freedom if they have too many responsibilities. گزینه B درسته. چرا؟ چون میگه که اونها آزادیشون از دست میدن بچه‌ها اگر اونها مسئولیت خیلی زیادی داشته باشن. We use the present simple tense چه موقع؟ To make general statements about our world. که جملات کلی رو عنوان کنیم در رابطه با دنیای پیرامون. مثلا the earth moves around the sun. کره زمین به دور خورشید میچرخه. earth اگه ایش هم بزرگ باشه و sun هم اسمش بزرگ باشه بچه درسته، اینها باید درست باشن. ازشون تو دنیا یه دونه داریم. زمان حال ساده دیگه الان نمیگیم همین الان، میتونیم هم بگیم now the earth is moving around the sun، ولی معمولا برای بیان جملات کلی در رابطه با جهان از زمان حال ساده استفاده میکنیم. To show a pattern or general truth، برای نشان دادن یک الگو یا یک در از حقیقت عام. People work in order to meet their basic needs. مردم کار میکنن به منظور برطرف کردن مایحتاجهای ابتداییشون. With adverbs of frequency، با قیدهای در اصل تکرار. Always, usually, often, sometimes, never. میگه با قیدهای تکرار مثل همیشه، گاهی اوقات، معمولاً اغلب، گاهی اوقات، هرگز. People who are too lazy، مردمی که خیلی تنبل هستن، to walk که پیاده روی کنن، اغلب استفاده میکنن از ماشینشون در عوض بجاش. With expressions such as با اصطلاحاتی مثل nowadays, these days, today، امروزه. With a general meaning، میتونیم با این معنای عام میتونیم زمان حال استمراری هم استفاده بکنیم، نه اینکه نشه. Many students today، امروزه بسیاری از دانش آموزان do their research via computer rather than through books. تحقیقاتشون رو توسط کامپیوتر یا به وسیله کامپیوتر تا به جای کتاب ها انجام میدن. For verbs showing opinions or feelings, for example, believe, think, hope, I think that we should all do as much as we can to improve our environment. میگه برای فعل‌هایی که نشان میدهن عقیده ها یا احساسات رو. برای مثال باور کردن، فکر کردن، امید داشتن. من فکر میکنم که ما بایستی تا جایی که میتونیم بهبود ببخشیم محیط اطرافمون رو. پس برای بیان عقاید و احساسات هم از زمان حال ساده استفاده میشه. میگه we form the present simple tense with the base form of the verb. با زمان شکل ساده حالت نه ing میگیره نه اس میگیره، البته تو حالت سوم شخص چرا. Add s or es to the form the third person singular. I play, you play, he or she it plays, we play, you play, they play, I watch, you watch, he or she or it watches, we watch, you watch, they watch. قابل توجه فراگیری که به شدت ضعیف هستن توصیه میشه هر هفته فیلم تنسز اند پسیو رو ببینن. هر هفته ببینید، به مدت 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، 2 ماه ببینید. خیلی کمک میکنه توی در اصل تسلط بر روی آرزم خدمت شما زمانهای مختلف. پس این که به صورت منظم هر روز نه لازم نیست، هر هفته ببینید، تمرین کنید تا بتونید تسلط پیدا کنید. Correct the mistake below. تصحیح کنید اشتباهات زیر رو. My brother watches TV for 8 hours every day. دیگه مشخصه دیگه این خطا watches for TV for 8 hours. Correct the mistakes in the sentences below.
تصحیح کنید خطاهای در جملات پایین. People should act according to what they are believing. مردم بایستی عمل کردی داشته باشن طبق چیزی که آنها دارن باور میکنند. شماره یک according to what they believe. What they are believing دیگه نمیخوام. عقیده رو داره میگه. In general, I think our government spends too much money on space travel. به طور کلی من فکر میکنم که دولت ما پول زیادی رو داره بر روی سفرهای به اصطلاح فضا و تحقیقاتی فضا انجام به اصطلاح خرج میکنه. خب spend البته این هم چون این جنرال ها زمان حال رو داره پوشش میده. میگه spendش کنیم. Our government spends. شماره بعدی Nowadays many people in my country have sent their children to single-sex schools. امروزه بسیاری از مردم در کشور من بچه هاشون رو فرستادن به مدارس تک جنسیتی که اینجا میگه بگید in my country send their sent گذشته نیست امروزه داره میگه نمیتونیم فعل گذشته به کار ببریم. These days more and more people traveling but they travel to very distant places for their holidays. یا are traveling حداقل نهایتا. زمان حال استمر یا حال ساده. I am حالا اینجا داره میگه فقط حال ساده به کار ببرید چون these days. These days today بچه‌ها دقت کنید today's نداریم ما. Nowadays داریم ولی today میگیم اون بالا هم بود یا these days اینا کدومش است و کدومش است نداره خیلی دقت کنید. I am hoping it is not too late to save the environment. من امیدوارم که خیلی دیر نباشه که بخوایم محیط رو در اصل نجات بدیم. I am hoping نه I hope دیگه ing دار نمیشه. I hope it is not too late. شماره 6 The female hen laying on average 5 or 6 eggs per week. میگه female hen یا مرغ مؤنث مرغ به طور میانگین 5 6 تا تخم مرغ هر هفته میذاره. پس چرا laying lays on average the female hen. شماره 7 Younger drivers is more likely یا are more likely. مشخصه دیگه رانندگان جوانتر بیشتر محتملن که to be involved in a car accident که توی یک سانحه رانندگی مواجه بشه. Most doctors are agreeing که یا موافقه طرف یا موافق نیست. نمیشه که در حال موافق بودن باشه یا نباشه. Most doctors are agree that the only way to lose weight تنها راه از دست دادن وزن is by doing more exercise با انجام دادن ورزش بیشتر. این هم از شماره 8 Doctors agree that the only